هذا النور شفاء صدور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. برادران و خواهران عزیز و پدران و مادران مهربان، آیا میدونید که کودکان نوزاد را چگونه تربیت کنیم؟ پدران و مادران عزیز، بیاید با دقت نظر کنیم که تربیت طفلان نوزاد ما باید چگونه باشد. کودکان خرد میوه می باشند که اگر در خردیشان تربیت خوب داده شوند، پس در آینده ثمره و فایده خوب به شما می دهند. زن در دست یک کودک نوزاد داشت و نزد ابوعلی ابن سینا آمد و گفت: ای شیخ، به من وظیفه بده که این کودک را چگونه تربیت کنم؟ ابن سینا گفت: ای زن، تو الکی در تربیت کودکت غافل مانده ای و دیر کردی. ابن سینا گفت: این کودکت را تو باید در شکمت، یعنی وقتی که در بطن تو بود 4 ماهه بود، پس تو باید از همان روز کودک را تربیت میکردی. مادر چگونه کودکش را در شکمش تربیت کرده میتواند؟ مادر باید هنگام حامله‌داریش هیچگاه خوردنی های حرام را نخورد و باید همیشه پای به طهارت بگردد تا فرزندش آینده فرزند نیکبخت تولد شود. ابن عباس رضی الله عنه ای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم پرسیدند: ای پیغمبر خدا، ای حبیب خدا، ما از حقوق پدر و مادر خبردار هستیم، اما از حقوق فرزندانمان خبردار نیستیم. پس به ما از حقوق فرزندانمان خبر بده. رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتند: بهترین نام را برای فرزندانتان گذارید و او را به خوبی تربیت کنید. روایت بیهقی در کتاب شعب الایمان آمده است: اگر پدر و مادر کودک را در کدام راهی که تربیت کنند، پس آینده فرزندش در همان راه می رود. اگر عادی کرده گوییم از زن غرغر بیروید زانکه استادش غر است. جوانان عزیز و خواهران مهربان، یک چیز مهم دیگر را فراموش نکنید که بسیار جوانانی هستند که وقتی که پسردار می شوند پس خرسند می شوند. پس پدر و مادر باشند، از خرسندی و از دوستداری بسیار مردانگی همان کودک را به دستشان بازی می کنند و یا بوسه کرده کودک را دوستداری می کنند. آگاه باشید زیرا این کار شما از روی شریعت اسلامی تماما درست نیست. من مقابل دوستداری شما نیستم، البته کودکان خود را دوست بدارید، ولی به طور شوخی کردن به مردانگی کودک بازی نکنید، زیرا این کار شما در وجود کودک حسیات شهوت و لذت را پیدا می کند. وقتی که کودک کلان می شود، پس در وجودش شوق و هوس کیف و راحت می نشیند. یا که وقتی که با کودک خود را مهربانی می کنید، پس به کودک نگویید که فلان تو را بخورم بچه جانی من، یا که فلان بچه من کلان شده است، یا که اگر بچه من کلان شود دختری فلانی را فلان می کند. خلاصه چنین دوستداری ها و چنین سخن ها در تربیت و در آینده کودک خطر دارند. معینه سر کودک به مثل سنگ می باشد که در او یک خط کشیده شود و دیگر از بین نمی رود. یعنی معینه سر کودک چنان پاک و تازه است که هر سخنی که شما می گویید پس فراموش نمی گردد و به خاطرش می گیرد. عزیزانی من، شاید این همه برای شما خنده‌آور باشد، ولی همه حقیقت می باشند که ما و شما در تجربه زندگیمان می بینیم. حتی علمای اسلام می گویند هرگاهی که پدر و مادر می خواهند که با هم همخوابگی کنند، پس اول به گهواره کودک نظر کنند که آیا وی خواب است یا نه، زیرا هرچند وی خرد هم باشد ولی احساس می کند در تربیت روحی و روان کودک ضرر معنوی می رساند. دیگر راههای تربیت کودک این لقمه حلال خوردن می باشد. مادران عزیز و پدران مهربان، هیچگاه فیلم ها را برای فرزندان خیش نگذارید که بینند، زیرا در فیلم ها می بینید چقدر فسادکاری ها و فحشا نیم برهنه از سرچوبه ایمان بیرون هستند. خلاصه هر گونه فیلم ها را در اختیار فرزند نگذارید، زیرا در داخل آن فیلم ها صدها پسر با صدها دختر یکدیگر را بوسه می کنند. فرزند شما باشند این کار را با چشم خود می بینند و عبرت می گیرند. پدران عزیز و مادران مهربان، فرزندانتان را با کودک بی آداب و بد اخلاق رفیقی نگذارید، زیرا با ماه شینی ماه شوی، با دیگ شینی سیاه شوی.
صحبت مرد خدا مردت کند، صحبت هر ناسزا سردت کند. صحبت عاشق تو را عاشق کند، صحبت فاسد تو را فاسد کند. این همه حقیقتی بود که به شما پیشکش کردم. باقی خدا نگهبان همه شما باد. خدا حافظ. السلام علیکم و رحمت الله.